آقا بگو چیه دیگه؟ آقا خودت باز کن ببین چی من بگم که دیگه حال نمیده که. باز کن چیه؟ امیدوارم خوشت بیاد برار. بابا هر چی بگیری من خوشم میاد دیوانه تو. داداشم. اینو بگیر. چی؟ تیشرت سفید گرفتی؟ نه بابا تیشرت چیه؟ تیشرت داشتم چیه بس؟ بابا کفن گرفتم برات. کفن با گری حریم. کفن آگهی ترین؟ آره. کفن آگهی ترین من میخوام چیکار؟ خب دلیل داره دیگه من الکی نگرفتم که. دلیلش چیه؟ میدونی چرا گرفتم مامان؟ میخواستم بهتون بگم ما میدونیم تهش اینه. باز اینجوری. چیو میدونی تهش؟ یعنی میدونیم هممون تهش اینیم. ولی باز اینجوریم. تو گوه خوردی که میدونی تهش اینه؟ هممون میدونیم دیگه. ما هممون میبینیم باید واسه همدیگه کفن بخریم قبلش. آقا من به این چه سلامه؟ این چیه؟ این چیه؟ همینیم گفتم برات بخرم. کفن واسه چیه خوردی؟ آقا کفن کی هدیه میده؟ آقا من دلیل داشتم واسه کارم. میخواستم یه چیزی بهت ثابت کنم. میخواستم بهتون بفهمونم ما میدونیم اینیم. ولی باز هممون اینیم. چیم؟ خاله اینیم چیه؟ راست میگه دیگه اینیم یعنی باز اینیم دیگه. آقا من نمیدونم شما واسه چی میگین. ما چیم الان؟ ما ما الان چیم؟ اینیم ولی باز میدونیم هممون اینیم ولی باز با این حال اینیم. آقا اینیم یعنی این کلمه اینیم واسه من توصیف کن. تو داره علیکی کشش میدی. چیزی کشش میدم من. آقا تو واسه من کفن خریدی تو زمان مرگ منو میدی. تو میدونی من که میمیرم. باز چی واسه من کفن خریدی؟ میخواستم